من نیز خوشحالم از اینکه رژیم یهودیان جنایتکار سگ دست پرورده خودش رو در کشور ایران امروز تعدادی از آنها رو قتل عام کرد. چون که واقعا این اشخاصی که امروز سران سپاه این رژیم جنایتکار به قتل رسیدن، کشته شدن، واقعا دستشون به خون جوانان و فرزندان مردم ایران و حتی افغانستان، عراق و سوریه و یمن و اینا نیست و فلسطین همچنین و لبنان همچنین آلوده بود. و همچنین که شما اشاره کردید، منم دوست دارم که اینها همدیگر رو تکه پاره بکنن بلا نسبت مثل یک سگ هار. چون که واقعا اینا همونطور که شما اشاره کردید، الله سبحانه و تعالی اشاره کرده که یهود و این مشرکان دشمنان سرسخت ما مسلمانان هستند و من خودم از کشور ایران هستم، از ملت کرد ایران. چه جفا و ظلمی که در طول این 46 سال این شیعیان جنایتکار، این رژیم دست نشانده یهود و نصارا در کشور ایران سر ما ملت کرد نیاوردن. نه تنها ما بلکه ملت بلوچ، ملت ترکمن و همه مردم ایران. هر کسی که در کشور ایران ادعای حقوق خودش رو کرده باشه، این جنایتکاران به هر طریقی که شده اون رو نابود کردن، کشتن، زندانی کردن، شکنجه کردن، آواره کردن. درست. اکنون من آواره شدم به خاطر جنایت این رژیم. و همچنین از دور من میدونم و میشناسم اشخاصی که اگر اشاره‌ای داشته باشن در سخنانشون به نفع این رژیم، من دوست دارم اینان رو بکوبم. چطور بکوبم؟ لااقل این که مثلا بیام سخنانشون رو نقل کنم، گرچه که خیلی دوست دارم مستقیم با خودشون ارتباط برقرار کنم، ولی چون که من میدونم دزنشانده هستن اجازه نمیدهن، اجازه نقد رو نمیدهن. همونطور که همین رژیم جنایتکار به ما مسلمانان نه در داخل نه در خارج اجازه نمیده که سیاست‌های کثیف اونا رو، جنایت‌های کثیف اونا رو نقد بکنیم. بله. و اگرم ما اقدامی کردیم، روشنگری کردیم، خب اون قدرت داشته تونسته در داخل و خارج به ما دسترازی بکنه یا زندانی بکنه یا بکشه به هر طریق. من از اینجای خواهشیم از ادمین محترم شما دارم که لطف کنند پیجی که مال من هست به اسم من، اونو از محدودیت در بیارن. زیرا که من یک جلسه در برنامه شما کامنت نوشتم علیه اون امام جمعه هایی که از طریق این رژیم جنایتکار گماشته شدن. این اشخاصی هستند که امروز کمک میکنن این رژیم پست در قدرت بمونه. چرا که کمک میکنن؟ واقعا فقط برای بقای خودشون. درست. یا از نفهمی، ولی من احتمال کم میدم که از نفهمی این کارو بکنن، چون که واقعا به باور بنده ایمان برای اونها واضح شده، یقین و ایمان برای اونها واضح شده. یعنی اینا اگر امروز از این رژیم جنایتکار حمایت میکنن، واقعا کفر به طاغوتشون کنسل شده، کفر به طاغوتشون الغا شده. واقعا اینا از کفر به طاغوت برگشتن، بلکه در پشت طاغوت هستن و فقط الله سبحانه و تعالی باید به داد این جنایتکاران برسه. قیام ژینا رو همین اشخاص خونسا کردن استاد انصاری. اگر اینا نبودن، البته لطف الله همیشه شامل حال مردم میشه به شرطی که مردم نیز با الله سبحانه و تعالی باشه، یعنی اینکه همه چیز در تقدیر الله سبحانه و تعالی است. ولی من باور دارم اگر گماشته شده های این رژیم جنایتکار نبود، اکنون مردم میتونستن به راحتی از این رژیم جنایتکار عبور بکنن و لازم به این نبود که مثلا رژیم جنایتکاری مثل این یهودیان بیان کشور ایران رو به هر صورت مورد تجاوز قرار بدن یا بمباران بکنن. ولی باز من خوشحالم که این سران جنایتکار سپاه به دست این رژیم جنایتکار یهودیان کشته شدند. الله سبحانه و تعالی همه این کشته شدگان رو با خمینی ملعون محشور بکنه، قبل از اون با ابن سبع یهودی و بعد با کسانی که در طول تاریخ بشریت کفر کردن، شرک کردن، ظلم کردن و مسلمان کشی و مظلوم کشی کردن. آمین. ممنون از فرصتی که به من دادید. سلامت باشید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.